شاید شما هیچ وقت متوجه نشدین، اما بدن شما ممکنه مدت هاست که به شما سیگنالی فرستاده. سیگنالی نهفته و خاموش اما بسیار حیاتی. وقتی یک مرد بعد از بیدار شدن از خواب دیگه اون نعوذ صبحگاهی که همیشه داشته رو تجربه نمی‌کنه، معمولا فکر میکنه که این موضوع تنها به سن و سال مربوطه، اما واقعیتی نیست. این علامت ممکنه نشون بده که گردش خون بدن دیگه به درستی کار نمیکنه. اگر شما هم یکی از اون آقایونی هستین که متوجه این تغییرات شدین، باید بدونید که بدن شما در حال ارسال پیامی به شماست. خوشبختانه این تغییرات دائمی نیستن و با کمی توجه و تغییرات در زندگی روزمره میتونید اونا رو اصلاح کنید. خب سوالی که پیش میاد اینه که چه روند روزمره‌ای باعث ضعف عملکرد بدن میشه؟ به روال صبحگاهی خودتون فکر کنید. بلافاصله بعد از بیدار شدن از خواب چه کارهایی انجام میدین؟ تلفن رو برمیدارید، به پیام ها نگاه میکنید، سریع از جا بلند میشید و روز رو با یک قهوه شروع میکنید. این رفتارهاییه که اکثر آقایون به طور روزمره انجام میدن و ممکنه بی ضرر به نظر برسن، اما این عادتها به مرور زمان میتونن باعث تضعیف سیستم گردش خون شما بشن. بدن شما در شب به طور طبیعی دچار کم‌آبی میشه، خون غلیظ‌تر میشه و حرکت اون سخت‌تر میشه. وقتی شما بلافاصله به سمت قهوه میرید بدون اینکه به بدنتون آب رسانی کرده باشین، مشکلات بیشتر میشن. این یعنی سیستم گردش خون شما به خوبی عمل نمیکنه و میتونه اثرات منفی روی عملکرد جنسی شما بذاره. و اما چطور میتونیم این روند رو تغییر بدیم؟ تغییرات کوچیک در صبح میتونه به بدن شما کمک کنه تا عملکردتون رو به حالت طبیعی برگردونید. در اینجا یک روش ساده و علمی وجود داره که میتونه بدن شما رو دوباره به حالت آماده باش در بیاره. یک آینه صبحگاهی که کمتر از 3 دقیقه زمان میبره، اما اثرات اون در کل روز میتونه شگفت انگیز باشه. مرحله اول هیدراتاسیون هوشمند. به محض بیدار شدن از خواب اولین کاری که باید انجام بدید اینه که 2 لیوان آب در دمای اتاق بنوشید. این کار به بدن شما کمک میکنه تا خون رقیق بشه و گردش خون بهبود پیدا کنه. اما یک نکته مهم اینه که به آب کمی نمک دریایی طبیعی اضافه کنید. نمک هایی مثل نمک صورتی هیمالیا که حاوی 10 ماده معدنیه. این نمک ها کمک میکنن تا هدایت عصبی به سمت دستگاه تناسلی بهبود پیدا کنه و آبرسانی بهتری در بدن صورت بگیره. هنریک، مردی 63 ساله، پس از تنها 4 روز از شروع این پروتکل نوشت که صبحها از خواب بیدار شده و متوجه شده که بدن اون دوباره شروع به کار کرده. این اتفاق به دلیل تأثیر آب و مواد معدنی بود که خون رو به سمت نواحی مختلف بدن هدایت میکنه. مرحله دوم، بیدار کردن عروق. وقتی که هنوز در رخت خواب هستین، انجام 3 حرکت ساده میتونه به بازگشایی عروق کمک کنه. اولین حرکت، خم و راست کردن پاها حدود 20 باره. این حرکت باعث میشه که عضلات ساق پا فعال بشن و خون به سمت بالا پمپاژ بشه. دومین حرکت، خم کردن تنه به جلو و عقبه. این حرکت باعث فعال شدن عضلات کف لگن میشه که نقش مهمی در عملکرد جنسی دارن. حرکت سوم، تنفس عمیقه. نفس کشیدن عمیق به شکم و نه قفسه سینه، یعنی تنفس دیافراگمی، تولید نیتریک اکسید رو افزایش میده و باعث گشاد شدن عروق میشه. مرحله سوم، تغذیه بهینه برای هورموناست. قبل از نوشیدن قهوه به صورت ناشتا 1 قاشق غذاخوری روغن زیتون فرابکر با آب نصف لیموی تازه مخلوط کنید. این ترکیب ممکنه عجیب به نظر برسه، اما علم پشت اون کاملا معتبره. چربی‌های
خوب موجود در روغن زیتون به بدن سیگنال میدن که تولید تستوسترون افزایش بده، در حالی که ویتامین C موجود در لیمو به آزاد شدن نیتریک اکسید کمک میکنه. این ترکیب نه تنها هورمون ها رو تحریک میکنه، بلکه از عروق خونی محافظت میکنه و باعث بهبود جریان خون میشه. قبل از اینکه جلوتر بریم لطفاً دکمه لایک رو بزنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید و یک کامنت به دلخواه بذارید تا یوتیوب این ویدیو رو به افراد بیشتری نشون بده که بهش نیاز دارن. پس از انجام این 3 مرحله بدن شما شروع به واکنش نشون دادن میکنه. در 2 روز اول ممکنه دفعات بیشتری نیاز به ادرار کردن داشته باشید. این نشون دهنده اینه که بدن در حال متعادل شدن و از بین بردن مایعات اضافیه که در طول شب محبوس شده بودن. پس از اون احساس سبکی و انرژی در اوایل صبح ایجاد میشه. در هفته اول بسیاری از مردان گزارش میدن که بازگشت نعوذ صبحگاهی رو تجربه کردن. این نشونه واضحیه که خون دوباره با قدرت جریان پیدا کرده و سیستم عروقی دوباره فعال شده. و اما چه چیزی باعث این تحول میشه؟ این پروتکل صبحگاهی باعث بازسازی عروق خونی و بهبود گردش خون میشه. به مرور زمان نعوزها سفت‌تر و خودجوشتر میشن. نه تنها وقت بیدار شدن، بلکه در طول روز هم عملکرد بدن بهبود پیدا میکنه. خلق و خو، اعتماد به نفس و حتی وضعیت بدن شما تغییر خواهد کرد. بعد از 3 تا 4 هفته عملکرد بدن به تثبیت میرسه و گردش خون به حالت بهینه خودش باز میگرده. مطالعات نشون دادن که مردانی که از پروتکل مشابه پیروی کردن جریان خون آلت تناسلی خودشون رو تا حد زیادی افزایش دادن. این تغییرات نه تنها موقتی نیست، بلکه نشون دهنده یک بازسازی واقعی در عروق و اما مراقبت‌های شبانه و اهمیت اون در تکمیل پروتکل. برای اینکه پروتکل صبحگاهی بیشترین تأثیر رو داشته باشه، مراقبت از شب هم ضروریه. به جای خوابیدن به شکم سعی کنید به پهلو یا پشت بخوابید تا گردش خون به نواحی مختلف بدن به خوبی انجام بشه. همچنین لباس زیر تنگ میتونه باعث کاهش تولید تستوسترون بشه. بنابراین بهتر از لباسهای زیر گشاد و سبک استفاده کنید. این پروتکل صبحگاهی 3 دقیقه‌ای بدون دارو و با استفاده از اصول علمی ساده میتونه تحول بزرگی در زندگی شما ایجاد کنه. با انجام تغییرات کوچیک در صبح میتونید دوباره سلامتی، انرژی و اعتماد به نفس خودتون رو بازیابی کنید. هر روز 3 دقیقه برای خودتون بذارید و تفاوت رو تجربه کنید. در نهایت باید تاکید کنم که این توصیه ها جایگزین مشاوره پزشکی نیستن. اگر شما دارویی مصرف می کنید، مخصوصا داروی رقیق کننده خون و دیابت یا بیماری زمینه مثل بیماری کبدی، کلیوی یا قلبی دارید، حتما با پزشکتون مشورت کنید تا بهترین روش درمانی رو برای شما تعیین کنه. اگر این ویدیو براتون مفید بود ممنون میشم لایک کنید و فراموش نکنید که کانال ما رو سابسکرایب کنید. تا ویدیوی بعد تندرست باشید.